سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. عبدالله شمس‌الدین برای عضویت در سازمان تروریستی و چند لایک به 7 سال زندان محکوم شد. من ناحق بودم. بلاگر روز کریل شوچر از خلق تاجیک عذر پرسید. هلاکت دو انگشتکن در کان انگشت شوراب. رئیس 210 سرچاروای خواجگی رو فروخته، پولش رو به کیسه زد و با جریمه خلاص شد. یک زن گرفتار اسپید در کان بادام دیده و دانسته با 11 مرد علاقه جنسی کرده است. 2 سال حکم یک تاجیک برای از سر دیوار به داخل زندان پرداختن 166 کپسوله. مستفید 66 ساله 3 مستفید دیگر را به مبلغ 142,000 دلار فریب داده است. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه روز 29 مارت سال 2023 عبدالله شمس‌الدین فرزند یکی از رهبران و اساسگذار حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید را بر اساس 2 بند ماده 307 به عضویت در سازمان ممنوع و لای گذاشتن در زیر مطلب‌های ضد دولتی گناهکار دانسته به 7 سال زندان محکوم کرد. عبدالله شمس‌الدین 18 ینور سال جاری از آلمان به تاجیکستان اخراج کرده شد و از آن زمان در حبس قرار داشت. مرافعه پرونده او در دادگاه نویه سینا روز 28 مارت آغاز یافت و همگی 2 روز دوام کرد. به خواهران عبدالله شمس‌الدین که در تاجیکستان زندگی دارند اجازه دادند که در مرافعه پرونده او اشتراک کنند. بنا به اطلاع دریافتی در جریان مرافعه چند شاهد بیان دادند که عبدالله شمس‌الدین در شبکه‌های اجتماعی زیر چند مطلب رهبران اپوزیسیون لایو گذاشته است. خود عبدالله شمس‌الدین در مرافعه در پاسخ به سوال‌های دادرس لایو گذاشتن زیر چند مطلب و عضو سازمان تروریستی و اکستریمیستی حزب نهضت بودنش را به گردن گرفته است. معلوم نیست که عبدالله شمس‌الدین در چه شرایط این دو اتهام را اعتراف کرده است. عبدالله شمس‌الدین که 33 سال داشته از سال 2009 در آلمان به سر می‌برد، نه فقط پسر یکی از اساسگذاران حزب نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید است، بلکه داماد رهبر این حزب محیدین کبیری نیز است. سمیه پیرو و همسر عبدالله شمس‌الدین فرزند اپی کبیری است. عبدالله شمس‌الدین در دورتموند همراه زن و 2 فرزندش زندگی داشت و در یک شرکت نصب درهای الکترونیک کار میکرد. مقامات آلمان او را روز 12 دکبر سال 2022 از منزلش در شهر دورتموند گرفته همان روز به فرودگاه شهر میونخ آوردند تا که به تاجیکستان اخراج کنند. روز 18 ینور سال 2023 عبدالله شمس‌الدین را با هواپیمای ترکش ایرلاینز توسط استانبول به دوشنبه بردند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تا کنون درباره اخراج او از آلمان به دوشنبه و تفتیش و مرافعه پروندهش یگان شرح ندادند. پدر او شمس‌الدین سعید هنوز در پایان سالهای 80 به صف حزب نهضت اسلامی که آن وقت نهضت جوان تاجیکستان نام داشت پیوست و سال 1986 برای اشتراک در گردهمایی اعتراضی در شهر قرغن‌تپه با طلب رهایی اساسگذار این حرکت سید عبدالله نوری دستگیر و محکوم به زندان شد. سال 1992 در پی آغاز جنگ شهروندی و منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرد و تا سال 1997 در تهران به حیث نماینده نوری فعالیت داشت. بعد امضای سازشنامه صلح بین حکومت و اپوزیسیون شمس‌الدین سعید به تاجیکستان برگشت و چندین سال امور روابط بین المللی حزب نهضت را در دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه به عهده داشت و عضو ریاست حزب بود. سال 2015 در پی منع دیگرباره فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمس‌الدین سعید به اروپا پناه آورد. بلاگر روز کریل شوچر از شهر سنت پتربورگ بعد از بیمارستان جواب شدنش در یک مراجعتنامه ویدیویی از مردم تاجیک عذر پرسید و اعتراف کرد که او حق نبود. شوچر گفت طی 20 روز در بیمارستان قرار داشتنش ارزش‌های خود را از نو بازبینی کرد و به خلاصه رسید که زندگی را نباید برای قهر و غضب صرف کرد. او وعده داد که از پلیس عریضه‌اش را به ضد 2 جوان تاجیکی که او را لطوکوب کردند پس میگیرد. شوچر در مراجعتنامه‌اش گفت: سلام مسلمانان عزیز، حالا ماه مقدس رمضان ادامه دارد. آرزو دارم که همه شما این ماه را خوب و خوش تجلیل میکنید. همچنین میخواهم در پیش شهروندان تاجیکستان و مردم تاجیک برای اون ویدیوی تحقیرآمیز و جنجالی که در اطرافش به پا شد صمیمانه عذر بپرسم. من اون ویدیو را الکی پاک کردم. زندگی خیلی کوتاه است که آن را برای قهر و غضب و کینه و عداوت خرج کنیم. یادآور میشویم در اول ماه فوریه سال جاری این بلاگر در یک ویدیوی نوش به دختران رهگذر در عوض آیفون
پیشنهاد همخوبگی کرده بود. یکی از این دختران یک دختر توجک بود که کریل شوچر در کوچه یک قوطی تلفن در دستش پیش این دختر اومده پیشنهاد کرد که در عوض این تلفن با او علاقه جنسی کند. در ویدیو دیده میشد که در اول دختر نمیفهمد که این بلاگر از او چی میخواد. او اقرار میکند که روسی رو خوب نمیفهمد. شوچر همچنان تلاش میکند تا به این دختر منظورش رو بفهماند که در عوض تلفن از وی چی میخواد، ولی دختر پیشنهاد او را رد میکند. شوچر بعدا به این دختر پیشنهاد میکند که او را ببوسد و دختر با خواهش پرانکر اول از یک باری رو و سپس از لبانش بوسه میکند. شوچر ادعا داشت که بعد این ویدیو نفران زیادی از زادگان تاجیکستان به او تهدید کرده طلب کردند که ویدیو جنجالی را از اینترنت پاک کرده دیگر به دختران توجیک کردار نشود. در نهایت این همه به مناقشه در اتوبوس رقم 228 در پتربورگ پیچید. دو جوان توجیک شوچر را در اتوبوس دیده او را لطوکوب کردند. هر دو جوان را بلافاصله بعد لطوکوب بلاگر راهگذران دستگیر کرده به پلیس سپردند. پلیس در رابطه با این قضیه با اتهام افباشی پرونده گشود. کریل شوچر باشد برای 20 روز به بیمارخانه افتاد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شام 27 مارس سال 2023 ساعت 18:20 در کون انگشت شوراب واقع در شهرک شوراب در کنار شهر اسفرای ولایت سوخت در شمال جمهوری به علت اخراج گاز کربن دو انگشتکن جان خود را از دست دادند. یکی از آنها 45 و دومی 57 سال داشته. هر دو ساکنان اسفره بودند. بنا به اطلاع نشر شده به جای حادثه فوراً یک دسته خدمات جمهوری نیمه نظامی نجاتدهی کوهی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در شهر خوجند فرستاده شد. نجات بخشان جسدهای هلاک شدگان را از عمق کان بیرون آورده به مقامات دخل‌دار سپردند. کمیسیون خدمات نظارت بی‌خطری در صنعت سبب‌های فاجعه را تحقیق می‌کند. این نخستین مورد هلاکت انگشتکنان در کان انگشت شوراب نیست. قریب 2 سال پیش 24 یولی سال 2021 بر اثر ترکش در کان انگشت شوراب یک نفر به هلاکت رسیده، چند نفر دیگر زخمی شده بودند. مقامات گفتند ترکش از گازی که از داخل نهرهای زیر زمینی کان خارج می شود به عمل آمده است. حسین بابازاده سرمهندس کان انگشت شوراب گفت حادثه تخمینا ساعت 16:03 رخ داده و عبدالمنون توشبویف سردار بریگاد کارگران در جای حادثه به هلاکت رسید. توشبویف 61 سال داشت. کان انگشت شوراب یکی از قدیمترین و کلانترین کان‌های انگشت تاجیکستان به شمار می رود. در دوران شوروی در این کان 3000 نفر کار میکرد و سالانه 10 میلیون تن انگشت استحصال میشد. حالا سالانه از این کان 32000 تن انگشت استخراج میکنند و در کان شوراب فعلا حدود 400 نفر کار میکنند. دادگاه نویه ژلزندروژ شهر پنزه روسیه یک شهروند تاجیکستان را با جرم کوشش به داخل محبس انتقال دادن مواد ممنوع به 2 سال زندان محکوم کرد. در این باره روز 29 مارس سال 2023 نشریه محلی پنزینسکای پراودا خبر داد خود تاجیک محکوم شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات در اول ماه اکتبر سال 2022 او در شهر مسکو با یک نفر از جانب تفتیشات شخصیتش معاین شده درباره به محبس رقم 4 در شهر پنزه رساندن مواد ممنوع تفوق کرده است. این زاده تاجیکستان به شهر پنزه آمده از یک نفر دیگر عضو این حلقه جنایتی 166 کپسوله با مواد ممنوع را گرفته روز 9 اکتبر سال 2022 تلاش کرده است که 2 بسته با این کپسوله ها را از سر دیوار به درون محبس پرتاید، اما در این لحظه کارمندان بخش فوری محبس حرکت او را توسط ویدیو کامراها مشاهده کرده اومده دستگیرش کردند. خدمات مطبوعات دادگاه نویه ژلزندروژ در شهر این پرونده گفت در جریان مرافعه عیبدار شونده گناهش در صادر کردن این جنایت را پورا اعتراف کرد. دادگاه هنگام صدور حکم خود برخی حالتهای سبک کننده از جمله در تربیت عیبدار شونده قرار داشتن فرزندان نابالغ، مساعدت فعالانه او با آشکار شدن و تفتیش این جنایت را به نوبت گرفت. حکم شهروند تاجیکستان علیه قوه قانونی گرفته به اجرا درآمده است. بنا به آمار اداره فدرالی زندانهای روسیه در زندانهای این کشور تقریبا 8000 زاده تاجیکستان ادای حکم میکنند. تقریبا چهارک آنها برای جنایت‌های مربوط به قاچاق، نگاه داشتن و فروش مواد مخدر اساسا ساخت افغانستان در روسیه زندانی شدند. زادگان تاجیکستان در روسیه همچنین برای جنایت‌های چون تخلف اسناد، عبور غیر قانونی مرزهای روسیه یا برای صدمه‌ها زندانی میشوند.
ولی توجیک‌های نیز هستند که در روسیه برای جنایت‌های چون دزدی و برای اعمال سنگین‌تر چون کشتار و غارتگری محکوم به زندان شدند. یک زن 46 ساله ساکن شهر کونپودوم در شمال تاجیکستان که با وجود گرفتاریش به بیماری ویروس نورسایی معصونیت بدن یا اسپید به تنفروشی مشغول بود، دیده دانسته زیر خطر گرفتار شوی به این بیماری قتل گذاشتن 11 نفر از مشتریانش عیبدار می شود. اکبر شریفی سخنگوی رئیس وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز 28 مارس سال 2023 در نشر نوبتی برنامه ملیت خبر میدهد خبر داد که به ضد این زن تنفروش سابقه دار در شعبه ملیت شهر کونپودوم بر اساس ماده 125 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون برای دیده و دانستن و تحت خطر سرایتی به اسپید گذاشتن و یا به این ویروس قتل گرفتار کردن شخصان دیگر همچون جزا از محدود کردن از آزادی به مهلت از 2 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. خود زن دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه ملیت او با وجود اون که به ویروس اسپید گرفتار بودنش را میدونست دوام سالهای 2021 2022 دیده و دانسته باز هم به تنفروشی ادامه داده 11 تن از مشتریانش را زیر خوف سرایت به این ویروس قتل قرار داده است. از نزدیک 1000 نفر که هر سال در تاجیکستان گرفتار اسپید می شوند بنا به حساب‌ها قریب 80%ش برای علاقه جنسی به این ویروس قتل گرفتار می شوند. با افزایش مهاجرت اهالی شمار آنهایی که از کشورهای دیگر و خصوصا از روسیه این بیماری را با خود می‌آورند و همسران بیخبر خود را سرایت می‌کنند نیز در افزایش است. جمع گرفتار شدگان بس از سال 1991 به این طرف بنا به آمار میانه سال 2022 بیش از 14 از 15000 نفر را تشکیل داده. شماره آنهایی که از این بیماری جان باختند به 4000 نفر نزدیک می شود. اما ناظران امور میگویند شماره واقعی گرفتاران اسپید در کشور میتواند خیلی بیشتر از این آمار رسمی باشد. دادگاه نوئسپیتامین سلیم یولدوشوف رئیس کپراتیو تجارتی مشعل سرزمین را که در دوره رئیسیش 210 سر چاروای خواجگی را از پیش خود فروخته 274400 سومونی پولش را به کیسه زده بود. همگی 129200 سومونی یعنی 2 مرتبه کمتر از پول از آن خود کردهش جریمه بسته جواب داده است. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 29 مارس سال 2023 خبر داد که یولدوشوف سلیم روز بایوش در وظیفه رهبر کپراتیو تجارتی مشعل شرکت سرزمین نوئسپیتامین کار فعالیت نموده جنایت از آن خودکنی به مقدار مخصوصا کلان را صادر کرده است. چنانچه او در دوام فعالیت کاریش با استفاده از وکالت‌های منصبی به قرار مجلس عمومی و روزگی اعضایان کپراتیو تجارتی نامبرده در دوره از 29 مارس سال 2021 تا 16 سپتامبر سال 2022 210 سر چاروای میده را به فروش برآورده مبلغ آن را از آن خود نموده به منفعت شخصیش صرف کرده با این کردارش به کپراتیو تجارتی مشعل به مبلغ 274400 سومونی ضرر مخصوصا کلان مادی رسانیده است. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی کل دادستانی نوئسپیتامین نسبت به سلیم یولدوشوف بر اساس ماده 245 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نموده بعد از انجام تفتیش پیشکی به دادگاه نوئه سپرده بود. دادگاه نوئسپیتامین با حکم خود از 20 فوریه سال 2023 یولدوشوف را بر اساس این بند قانون گناهکار دانست ولی نسبتش جزای سبک جریمه به اندازه 1900 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر 129200 سومونی و 2 سال محروم ساختن از حقوق اشغال منصب‌های معین را تعیین کرده است. این در حالی است که این بند قانون برای تصرف مبلغ‌ها به مبلغ مخصوصا بزرگ همچون جزا بجز از جریمه از 10 تا 15 سال زندان را نیز پیش بینی می‌کند. در تجربه دادگاه‌های تاجیکستان با جریمه رمزی جواب دادن منصبداران برای گرفتن پوره یا تصرف مال و ملک دولت به دست افتاده به یک امر رویش تبدیل یافته است. صاحب نظران میگویند با چنین شیوه به قول رام دیلونه تاجیکستان هیچگاه در مبارزه با کروپسیا که در این کشور به یک پدیده فراگیر و قاتل رشد و پیشرفت جمهوری تبدیل یافته است پیرو شدن نمیتوانند. تاجیکستان در ردیف 30 کشور اعظم فسادزده دنیا نام برده می شود. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوع اسماعیل سامونی عریضه مرد 71 ساله ساکن نوع مذکور وارد گردیده است که سال 2011 مرد 66 ساله ساکن نوع رودکی با رای فریب به باوریش در آمده از او
31500 دلار امریکایی گرفته تا مبلغش را برنگردانیده است. اینچنین نامبرده سال 2021 به باوری مرد 68 ساله ساکن نوای رودکی درآمده از او 70000 دلار امریکایی گرفته تا مبلغش را برنگردانیده است. همزمان نامبرده سال 2021 به باوری مرد 69 ساله ساکن پایتخت درآمده از او 41500 دلار امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوای فردوسی عریضه جوان 25 ساله ساکن نوای مذکور وارد گردیده است که 12 دکبر سال 2022 هنگامی در مرکز سودا سیام مال قرار داشتنش مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه برای فرید به باوریش در اومده از او یک عدد دفترماشین تمغه لکسوس GS 350 که ارزشش 250,000 سومونی تشکیل میدهد گرفته و وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این حادثه مورد تفتیش قرار دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بختر با عریضه مرد 64 ساله ساکن نویه وخش مراجعت نموده است که 25 مارس سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از автомاشین شخصیش تمغه تویوتا که در نزد استخوانه کوچه ترسنزاده شهر بختر به نظارت می ایستاد از داخلش تجهیزات автомاشین را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسونده شده 4000 سومونی را تشکیل میدهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 33 ساله ساکن نوای کوشونیان صادر نموده است. همین طریق در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن نوای ووسی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده شب 18 ژانویه سال 2023 تخمینا ساعت 03:00 دقیقه با روی پنهانی وارد مغازه جوان 24 ساله ساکن نویه حمدانی واقع در کوچه ووسی نویه مذکور شده از آنجا 4000 سومونی و یک عدد تلفن موبیلی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسونده شده 6800 سومونی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.